فلسفه انقره گفتن که من جواب آمده من دیگه تو زندگی نمیکنم فهمیدی ترسیدی اکی دیگه جواب مرا ده جواب بسیار نکن من نمیخوام با تو زندگی کردم جواب مرا ده تمام کسرت خودش کم نبود که با یک صغیره دیگه دردی سری من میکنند فق کردشین همه جا زندگی چگونه دشوار و سختی با درجه انسان رو به یک حالت می اوری که بعضا وقت می خواهد که در این دنیا نباشد من میروم نمیخواهم فیلمی مادری ظالم و تاکسی بیچاره مادری که در دل فرزند خود داغ کینه عداوت درد و رنج را دریغ نمی دارد برای ویران شدن عائله فرزند خود همیشه کوشش میکند برای به دست آوردن مبلغ‌های مفت جانش را نیز میدهد تماشا سازید در نقش‌ها فروخی نعمت تحفه غلامова سعیدова منظوره بدرالدین خولов این کسرت خودش کم نبود که با یک صغیره دیگه دردی سری من میکنند апаҳо ву хоҳарону модарони хонашин ҷойи кор надоред аз бепулӣ танқисӣ мекашед пас ба шумо хушхабар дорам рақамҳое ки дар зер мегузорам ба шумо ҷойи кор пайдо месозад шумо аз хона тамоман берун намеравед забондонии шумо тамоман дар кор нестад фақат барои шумо як ватсап дар кор астад ки тавассути ватсап тиҷоратро ба роҳ мемонед музди маоши шумо аз 100 сомон то 10,000 сомон астаи дар давоми моҳ метавонед музди маошатонро ҳар рӯз ба даст биёред ё дар давоми моҳ вақто ки аз номи канали мо гам мезанед тамоми фаҳмондадиҳо барои шумо бепул сурат мегирад апаҷон модарҷон хоҳарҷони азиз бароят барори кор мехоҳам ман бозичаи дасти ту зиндагӣ шудам ту ба ин рафторат қомати маро шикастӣ агар дар ин кор ман хатогӣ медоштам ҳоло 100 маротиба ба дари хонаи модарат мерафтам мегуфтам баргард лекин худованд шоҳид аст ки хатогӣ аз ту гузаштааст тана ту як таксӣ ту як бор ба худат нигар Вазмин болиштои очаро гӯшкумана манзура лабар чӯҷа мон вай болиштоя ису то хур гуфтаи мана кардӣ рафта сағирата тоза карда партифтӣ чӯҷа барои чӣ не барои чӣ не
خودت که یک تیاره خوی دیگر برای چی یک تیاره خوی دیگر در سر من بار میکنی؟ من خودت به عذاب نان داده ایستادم، صغیره که از کجا نان داده میتونم فکر میکنی؟ من خودم کسانی قلب دارم، فشارم دائما بلند میشود، تو فکری من نمیکنی یا نه؟ آخه بعدی تو من فرزند دارم با دلم نمیشود این کودکی من هست. ای با من چی دیدم میشود نمیشود؟ نه چی در کن همین فرزندی همین تیاره خوری هوای با تو چی در کن؟ سبیل مال از فرزندی هوای با یک تاکسی نانده از کجا فرزندش خورنده پشانده میتواند؟ تو فکر کردی؟ کمات خوشی و فکر کرده استفاده میبری؟ ای او دیده تو با من نریزان فهمیدی؟ من از همین روز اعتبارا عرابه خودت میکشی فهمیدگی؟ دیگر تیاره خوری در این خونه بس فهمیدی؟ خودم رفته کار میکنی پول یافته واره اشکامت سیر میکنی. من چی کاری خطا کردم خدا؟ چی خطاگی از من سر زد؟ چرا اینقدر جانم رو میسوزی خداوند؟ تو دانا هستی، حاضر هستی، ببین از من یگان خطاگی نگذشته است. هرچی کرد خودش کرد. از تو امید دارم که راه راست رو به من نشان میدهی، مرا به راه راست هدایت میکنی. گفتگی برین از همین پولهات هست یا گمسومش؟ نه اوچه جان 10,000 سومون جمع کرده بودم همش دادم به شما. نیست؟ اکو تو منو تانه میکنی ها؟ نه اکو تو با منو تانه میکنی ها؟ همش به شما دادم. نه تو با منو تانه میکنی؟ 10,000 دادگی تو با من تانه میکنی؟ صدقه همین آدمگاری شوی از پگه سهر عرابت خودت میکشی فهمیدی؟ اگر این بدزاد رو تولد کردن خواهی عرابت خودت کش. زندگی قامتم رو شکستی. تو چی امتحان داری؟ با انسان هایی که راست کار میکنند در زندگی استوار هستند، خیانت نمیکنند شکست میدی. انسان هایی که کج میروند یکان مایده دلگرمی با این زندگی ندارند، آنها را خوشبخت میکنی. از تو امید دارم خداوند، دستی من افتاده رو میگیری. قامتم رو نشکن خدا، زندگی کردم میخوام بین دوست و دشمن، خیش و تبار. آزرده حالی من را نشان نده، کاری نکن که دیگرها گوید انتخابی کرده‌اند امروز به سرت بلا شد. خدایا این چی کاری کردم؟ وی دیر کردمی بزرگ رفتم در کوبی تاکسی آمد نامد این دختر کجا باشد؟ منظورم در کدام خونه روز گرفتی برو؟ دو بار سه بار فایرات نکنم نمیفهمیم؟ با چیش که متقبیدی؟ هیچی گوش کن حالی من نمردم که قماتم کنی و گریه کنی فهمیدی؟ بس کن گریه کنی در خانه من
گوش کن، همین دختر که به شوهر شد هر سوگرد می شود. باز یگام صغیره اشکم بودگیت باز حرامی نباشد. اوچه شما چی ها میگوید؟ من نمیدونم. رفته صغیرت توزه میکنی، یک جای کار رفته کار میکنی، فهمیدی؟ بس نان دادن دیگر زوری من نمیرسد به تو نان دادن. آوی دیدت کم کن. حیف بر تو فاروق جان، حیف بر تو. من همونجا نظارت کردستم در اومدی همه چیز گرفتی. ای به ای فاروق جان، یک به حال خود نگاه که با مر بچه خیلی حال نمیزه با رنگی همون بونزو شیدگی بخدا فاروق جان. کجا شیدو نصیحتایی که فاروق جان میکردی؟ حیفی تو که بخدا فاروق جان، این کارای تو خداوند خش نمیویا. واجه که تو نبراد یاد دعا کنی یا کار کنی که فاروق جان یا باری کار کرده ای طبیعی. این چیز درست نیست، این حرامه. این چیز هر کار میکنه آدم با پستی میزنه، همین چیز میکنه فاروق جان. فهمیدی فاروق جان؟ مرا ببخش، گمراه شدم خدایا. مگر بی مادرم گوش کردم خدایا ببخشم. زندگیم را معلوم کردم با دستای زدم. از اول دیگر خیل بود. خدایا چرا انسان های چنینن؟ خدایا چرا خدایا التجا دارم، راه درست نشانم ده. ببخشم خدایا. خب فاروق جان، ما گپی میگفتگی ما گفتم تا اگر مردک باشی، ناموس داشته باشی، کمتر وجدان داشته باشی، این کارات نمیکنی. فهمیدی فاروق جان؟ مگر گرفشار زندگی آباد کند مسکین نشود، مرد باشه. این خستگی شرمندگی در کار نیست. آیا دو نبوده فاروق جان؟ این چه شور است که در داوری قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. این چه شور است که در داوری قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هر کس روزی به میطلبد نه آخر نه. چگونه دیگر میشود آخر؟ نمیتوانم این را تازه کرده آخر، نمیتوانم گپی و چما گرفته. یک بار اشتباه کردم خدایا، اجازه ندید دوباره اشتباه کنم. التماس نمیتوانم. هجام نه برادر با برادر دارد، هیچ زفت نه پدر را با پسر میبینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر،
قدر میبینم این چه شور است که در دور کمر میبینم یا باقی فاروق زنگ زنم ایخش خبر با ما نگفته همکارا گفتن این جنگا حامله‌دار شده تو فاروق جان خیلی خبرها به تو مدن نمیگی نه دکتر تنجی باشد لابای دکتر جون سلام علیکم فاروق جان علیکم بر سلام آقا سوزه که خوبی سلامتی اکا سوزه مبارک شما با فکرم خیلی خرسندی ها برای چی خورسم باشم اکا یعنی در بیمارخانه دیدم گفتن با همکارم که تشخیص کردیم فرزندار شده مبارک شما خیبو ای اکای بدرالدین رحمت کلان من هم در فکرش بودم خوب اکا جان در فکر شما هستیم رحمت کلان ای فاروق جان صبر چیزی خوبه بدرالدین با من زنگ زده میگوید که شادیانه دهید امروز ینگر رو در بیمارخانه دیدم همکارم گفت که کودک دارد مدومی که کودک داشته باشد وظیفه مردگری من همین است که باید به خانه آنها روم از حال آن پرسان شوم هازی در نشکنی با آزی توقت کنردم شده را بین که قدر را بگیره سرسن آها بیاین کدام شد پران بیاین در این 3 ماه راه خانه ما را گم کرده اخیر یافتید بیاین خوش آمدید بیاید کنید اگر ایلوجش باشد در داخل گپ زنیم زیرا در نزد همسایگان نمیخواهم آب روی نداشته تو نیز ریزد این قروز آب روی ما فکر نکردید و همسایه های ما فکر نکردید و دختری ما فکر نکردید و نه فکر کردید رخشانه در نزد گودک میده گپ نزنیم بیاید روی مخی مقصد اومدنم اینجا تماما دیگر است در اصل من از شما و دختر شما بیزار هستم خودی که اکو ما زار برای شما خودی که ما زار دختری من یگا وقت به تو زارم نبود زارم نمی شود زندگیش خوب خورده خواب فهمیدی؟ از دست چی می آید؟ با هم یک تاکسی شلقت چیکار کرده میتونی تو؟ همین عربه شلقت کردی زندگیت به عذاب میبری و گپ زن به من برای چی آمدی؟ گپ زن گپ تیز ما وقت ندارم شما با همین رفتارتون 2 دخترتون رو ببخت کردید انا این 3 دخترتون با تو چی؟ نه با تو چی؟ ببخت کردم نانی توی خوردمی؟ تو میان دادیمی؟ با تو چی؟ زبان برآوردی ها؟ زبان برآوردی؟ نانی من رو نخوردم یکی شرمندگیش در سری من همبار است از یادتون برآمد وقتی دختر کلانیتون رو با کسی قپیدن من در نزد خشتوار با سری خم گشتم تمام خشتوار با من نفرت خوندن که نگاه کن از پای زنی تو با کدام روز آورده رسان گپی بسیار در کار نیست اونقدر آرام ندارید شما لیکن با من زنگ زدن که شنویدم که فرزند شما در بساطش طفل است اومدم که با او پول دیم نه برای دیگر چیز با این خاطر به اینجا اومدم
то ки ранги шумо нок аст, ранги фарзандаи шумо номард, ранги баъзан ҷавонмардое ки дар кӯча мепартоянд зану фарзандашонро набошанд. вай кӯдаки ту нест, фаҳмидӣ? ман духтарама ба шавҳар додам, вай кӯдаки дигар кас, вай кӯдаки ту нест, фаҳмидӣ? рафт аз калом раи ки омадӣ ба ҳама рафт. шумо девона шуда ба шавҳар додам. додам, ба шавҳар додам. ман пул овардам ки ба духтаратон диҳед, шояд ягон эҳтиёҷ дошта бошад. من باید روم از این خونه ولی میپرویم موزی چی خیلی برای اون نگاه میکنم آخر در اینجا روز ندارم ولی باید روم мудоме ки ин тавр бошад, ман дигар на ба шумо на ба духтари шумо коре надорам. таваккалтон ба худо. мо талбанда нестем, гиртватаи гумшав, гумшав, рав гумшав. فاروق یک دقیقه ایستید فاروق التماس شرمنده مرا ببخش فاروق شرمنده ای بیناموسه مرا برید از اینجا شرمندگی بیناموسه چیکار میکنی؟ تو در پیش پای این میرفتی ای خودش کی؟ یک تاکسیچه خیز شرمنده کردی همه این صدقه نون و نمکی دادگیشم صدقه کلام کردگیشم صدقه با تو یه شرمنده کردی منه ای تو در پیش همین یک عروبه کش تو برای شرمنده ای صدقه التماس مرا بر از اینجا من پشیمانم من خطا کردم من به گپ مادرم گوش کردم او در اینجا مرا عذاب میدهد حتی نانی دادش را به منت میدهد мудоме ки ту хатоатро фаҳмида бошӣ, бо гуноҳи худат иқрор бошӣ, интихоб кун. аз ин пас ё ман ё модарат. البته شما التماس من خطا کردم فاروق جان خطای خودم را فهمیدم دیگر اصلا این خطا را نمی کنم توبه کردم التماس مرا ببخشید دیگر هرگز از گپتان نمی برایم چیزی شما گفتید همان می شود ин тавр боша ман дар берун интизор мешавам, либосҳоятро гирифта биё. نه همینطور می روم هیچ چیز در کار نیست با من فقط شما باشید بس است اوچه آها چی اوچه مرا ببخش ای تو بیناموس خدا بخشد فهمیدی صدقه نان و نمکی دادگیم شم ای به آبرو شرم نداشتی من سه ماه تو رو نگاه کردم تو خدا رو در پیش همین بیناموس پرتافتی این صدقه همین کلام کردگیم شم از روزی که تو پای قدمت به خانه من موندی برکت خانه من کنده کردی با این صغیره در شکم بودگی از روزی که در شکمی تو پیدا شد رزق و روزی من گم شد گم شو دیگر تو رو نبر اگر پایت یک بار دیگه به خانه موندی من اوچه گفتی نگاه کن چی کار میکنم این صدقه همون نان و نمکم شده تو نوشکر بنده کن نمکه фаромӯш накун. бахшидани ман ба хотири ту нест, ба хотири он тифле ки дар бисоти туст. ман намехоҳам дар зиндагӣ номардиамро нишон диҳам. фаҳмо аст, ман туро ба хотири тифли дар бисотат буда мебахшам. ин тавр ки бошад рафтем.